الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. برادران عزیز، شنوندگان گرام، در این محاضره امروز ان شاء الله که در بیان اصلی معنای کلمه لا اله الا الله می باشد، اولین نخستی که باید بیانش کنیم، هر انسان در دین اسلام داخل نمی شود تا که شهاده حق را ادا نکند، و هر کسی که شهاده حق را ادا کرد آن را مسلمان میگوییم. شهاده حق آن هست که آدم علیه السلام گواهی آن بود، اقرار به آن داشت. نوح علیه السلام به آن اقرار داشت، چنان که رب العزت فرموده ان الدین عند الله الاسلام. یقینا بی شک و شبهه دینی که مقبول و نیاز دارد، قیمت دارد پیش من، پیش الله، آن اسلام می باشد. اسلام بنابر 5 ارکان هست: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، اولین رکن می باشد. و اقام الصلاة، نماز کردن. و ایتاء الزکاة، زکات و صدقه دادن. و صوم رمضان، روزه به ماه رمضان گرفتن. و حج البیت لمن استطاع الیه سبیل، حج به خانه خدا فرض و رکن است و واجب هست سر آن مسلمان که قدرت دارد، خود را می تواند به طریقه بی تکلف برساند به مکه. اولین ارکان اسلام شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله می باشد. اگر کمتر فکر و سوچ کنیم به این دو شهاده، شهاده توحید و شهاده رسالت و پیغامبری، می دانیم که اصل اسلام بنا بر همین دو چیز می باشد، بنا سری همین دو چیز می باشد. عبادت خدا را جز می کنیم و با اون شریک نمی آوریم، و عبادت خدا را به طریقه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم می کنیم، نه به طرزی که مردم ها به فکرهای خود یا به دلهای خود راههای جور می کند و می گویند که این راهها مایان را پیش خدا نزدیک می کند. رب العزت فرموده ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که یک دینی غیر از اسلام انتخاب می کند و با آن طرز و طریقه عبادت می کند و می خواهد پیش خدا خود را نزدیک کند، فلن یقبل منه،
پس هرگیز هیچ وقت قبول نمی شود از آن عملهایش. خاطر همین علمای اسلام اتفاقا سریعین که هر عبادت، هر عمل نیک دو شرطی قبول عامی دارد. اولین شرط اخلاص العبادت لله، خاص خاطر الله عبادت را می کنید، انجام می دهید و ادا می کنید. و شرط دومش این است که به طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این عبادت را می کنید، نه به رسم و رواج، نه به خواهشات دل، نه به قیاسات عقل. برادران عزیز، خواهران عزیز، اگر دین بنا بر عقل می بود کدام حاجتی نمی بود که خداوند پیغمبر روان کند یا انتخاب کند. اگر دین به رسم و رواج می بود حاجتی نداشت که خداوند 1,24,000 پیغمبر روان کند. اگر دین به خواهشات دل می بود کدام حاجتی نبود که رب العالمین 314 یا 15 رسول روان کند، پیغمبر. وقتی که پیغمبرها را روان کرده، انبیا را روان کرده، میدانیم که عقل ما را به خدا نمیتواند برساند. عقل بسیار ناقص است، خصوصا به غیبیات کدام مدرکی ندارد. دل یا نفس یا شعوری، احساساتی که ما داریم کدام رای، کدام مدرکی از غیب پیدا کرده نمیتواند. هرچی که عقل در بابت غیب میگوید آن صرف یک گپ بی دلیل می باشد. هرچی که دلها و نفسها و خواهشات در مسائل غیب بیان می کند آن صرف یک احتمال و یک گپی کدام دلیلدار نمی باشد. اگر می خواهید که بدانید که مسائل ایمان، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر و خیره و شره، مسائل بنای اسلام، شهادت توحید و رسالت، ادای نماز، زکات دادن، روزه گرفتن، حج کردن، اگر بخواهیم که بفهمیم که این مسائلی هست که عقل در آن مدرک ندارد. ببینید بینندگان عزیز، من پیش روی شما هستم، به نزد شما غیبی نیستم و غیب هم نیستم. مثل که شما امروز در این دنیا هستید من هم هستم. لکن اگر بگویم برای شما که در دست ما چی هست، عقلا هر چی که شما بپسندید و بگویید آن یک احتمالی می باشد. هر چی که از خواهشات نفسی خود را یک چیزی گویید، یک چیزی گفتید، آن
یک احتمالی می باشد. اما علم یقینی که در دست ما چی هست، آن فقط بنا بر این هست که ما خبر برای شما بتم که در دست ما چی هست. شما با خود شاید فکر کرده باشید که در دست دکتر چی خواد باشد، لکن بسیار کمی از شما، شاید هیچ کسی هم این فکر را نکرده باشد که در دست دکتر یک قطعه از قطعه‌های بی‌معنای از پلاستیک در دستش بود. وقتی که می‌خواهید دین خدا را بشناسید، به عقل ممکن نیست، به شعور نفس و خواهشات دل ممکن نیست. ببینید که خدا در قرآن چی گفته، پیغمبر خدا در حدیثهای خود چی گفته، آن وقت دین اسلام را به حقیقت میشناسید. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری آن چیزی را کنید که آن نازل شده، انزل نازل شده، من ربکم از پروردگار شما، علیکم سر شما، ای امت اسلام. قرآن و سنت به فهم صحابه کرام، به فهم علما و تابعین، امت به فهم امامای زمانی که بودن، آن دین خدا هست. پس باید بدانیم که اصل دینی مبین اسلام و اساس آن دو چیز است. اولا امر به عبادت و پرستش خدای یکتا و بی همتا و بر آن اقرار کردن و دوستی و خیرخواهی در آن و رد چیزی که مخالف از عبادت خدا می باشد، یعنی رد کفر و شرک. دوم باید بسیار بر حذر داشتن از شرک در عبادت خدا باشیم و شدت نکیر و مخالفت در آن و دشمن دانستن کسی که این عمل را انجام می دهد شرک را می کند. چرا که شهاده توحید بنایش سری همین دو اساس می باشد: اعبدوا الله ما لكم من اله غیر. عبادت الله را کنید، هرگیز ندارید شما من اله یک معبودی غیر از او بر حق. و همین معنای همین آیات کریمه می باشد که ما و شما در هر رکعتی از رکعات نماز می گوییم و می خوانیم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف به تو عبادت می کنیم و صرف از تو مدد طلب می کنیم. ایاک نعبد. اگر در غیر قرآن می بود این گپ و سخن به طرز این می بود: نعبد ایاک و نستعین ایاک. پس چرا آیات کریمه به این طرز آمد: ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خاطر این که به لغت فصاحت عربی
تقدیم معمول افادت حصر را می کند. یعنی وقتی که گفت صرف به تو عبادت می کنیم، معنایش این می باشد که هیچ وقت عبادتی غیر از تو عبادتی کسی را نمی کنیم. و ایاک نستعین، همچنین صرف از تو مدد می خواهیم، قوت می خواهیم، اعانت و طاقت می خواهیم، یعنی از غیر از تو نمی خواهیم. وقتی که معنای لا اله الا الله را فهمیدیم، یعنی نیست هرگیز معبودی بر حق غیر از الله کسی، جز الله حق عبادت را دارد، غیر از او هیچ کس حق عبادت را ندارد. خاطری همین پیغمبر خدا یک روز مهمانی کرد، کلانهای کافرها را دعوت کرد، نان و ضیافت و مهمانی را برای آن جور کرد، شاید که دلهایشان طرف دین خدا توجه پیدا کند، چنان که الله او را امر کرده بود فصل لربک وانحر، پس صرف نماز بخوان به پروردگار خود و صرف به خاطر او قربانی کن. وانحر، یک گوسفند یا یک شتر یا یک گو را حلال می کنی، صرف با او و به نام او مهمانی کرد، کلانهای کافرها را طلب کرد. وقتی که نان را خورد، یکی از آنها گفت لأی شیء جمعتنا، چرا ما را اینجا یک جای کردی؟ برایشان گفت پیغمبر خدا یا قوم، ای قوم من، اريد کلمة، می خواهم از شما یک سخن، تدین لكم بها العرب والعجم، این کلمه اگر شما گفتید عرب و عجم تابعداری شما می شود و به سوی توحید توجه می کند. یکی از آنها گفت به خاطر پدر تو 10 سخن هم برایت می دهیم. چی هست؟ بگو. گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا معبود به حق، نیست معبودی بر حق غیر از الله. آنها همه بالا شدند و چادرهای خود را گرفتند، پتوهای خود را گرفتند، سر شانه خود مان به صورتی تکبری از خانه پیغمبر خدا بیرون شد. چی گفتند؟ یکی طرف دیگر می‌دیدند و به طور رخشند و پسخند می گفتند اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. چطور می خواهد که معبودات مایان را یک معبود کند؟ یعنی واسطه ها را لغو کرده، شفعا را لغو کرده. می خواهد که صرف نماز به خدا بخوانیم، صرف به نام خدا عبادت کنیم. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. چی یک عجیب سخنی میزند.
حالم این که آنها میگفتن که مایان در سر دین ابراهیم هستیم. نمازم برای خدا میکردن، زکاتم میدادن، روزه هم میگرفتن، عاشورا هم روزه میگرفتن، احترام ماهای خدا را میکردن، احترام خانه خدا را میکردن. پس مصیبتی آنها چی بود؟ شرک. مصیبتی آنها شرک بود. خاطر این رب العالمین این قصه را برای ما ذکر کرده در سوره صاد: اجعل الالهة الها واحده ان هذا لشیء عجاب. چی یک عجیب سخنی میزند. دین و پدر و مادر خود را ما بمانیم. وانطلق الملأ منهم، جماعت آنها بیرون شد از خانه پیغمبر. انمشوا واصبروا على آلهتكم، بیرون شوید و صبر کنید سری و اولیاء خود، سری شفعاء خود. ان هذا لشیء یراد، این سخنی که آن میزند این یک گپی هست، باید ما قبول نکنیم. ما و شما الحمدلله صبح و شام، روز و شب آذان را میشنویم: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و خودی ما و شما در نماز هم میگوییم در تشهد: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادت ادا می کنیم. شهادت به معنای چی؟ معنای شهادت چی؟ اشهدو یعنی چی معنا دارد؟ اشهدو معنایش این هست که مایان میگوییم و این سخن را به طوری امانت ادا و انجام میدهیم. به طوری امانت ادا میکنیم، بی زیادت و بی نقصان. و به طوری امانت میگوییم حق را. چی هست؟ لا اله الا الله. پس لا اله الا الله مبنایش بر دو کلمه می باشد. لا اله نفی، نیست هرگیز معبودی بر حق. الا الله هست، یقینا معبودی بر حق که او الله است. لا اله الا الله. نتیجه این دو نفی و اثبات چی هست؟ عبادت صرف حق خداوند است. توکل به خدا می کنید. به وقت مشکل و مصیبت و مرض از خدا طلب می کنید. به طرف اسباب می بینید، اگر مباح باشد می کنید، اگر حرام باشد نمی کنید. چرا که اشهد ان لا اله الا الله گفتی، معنایش همین است که من صرف عبادت الله را می کنم. بعضی از مسلمان ها اگر برایش میگویی که شهاده لا اله الا الله دو رکن دارد، میگه ها، لکن نمیداند چی هست. رکن اولش نفی. نماز ارکان دارد، توحید هم ارکان دارد. اگر کسی بگوید که من نماز میخوانم لکن رکوع و سجود نمی کند بی کدام مرض، نمازی آن نماز حساب نمی شود به نزد خداوند، به نزد مسلمان ها.
همچنین اگر کسی گوید لا اله الا الله لیکن معنای دو رکن را بجای نمی کند، این سخن کدام قیمتی ندارد، نه پیش خدا نه پیش مسلمان ها، وقتی که آن کسی که این سخن را می گوید عمل به آن نمی کند. خاطری همین باید بدانیم که این کلمه بسیار یک عظیم شانی کلمه است، کلمه توحید و کلمه رسالت، لیکن به آن وقتی که به این کلمه عمل کنیم. و این کلمه که ما میگیم اشهدو، معنایش چی است؟ اشهدو یعنی شهادت میدهیم، شهادت ادا میکنیم، شامل شهادت توحید است و شامل شهادت اقرار به نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اشهد ان محمدا رسول الله، شاهدی ادا میکنم، میگویم که معبودی بر حق صرف الله است و شهادت ادا میکنم و میگویم، اقرار دارم بی شک و شبهه که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا است. خب پس کلمه اشهدو در این دو موضع چی معنا دارد؟ معنای اشهدو کلمه عربی است. شرطای شهادت توحید از اشهدو اخذ می شود. و من برای شما مختصر شرطهای کلمه توحید و کلمه رسالت را بیان می کنم. مثل که فقهای اسلام در مذهب احناف یا در مذهب حنابله یا شافعی یا مالکی آنها بیان می کند که شرطهای نماز چی هست، از کجا پیدا کرده که شرطهای نماز این و این و این هست؟ از آیتها و حدیثها، نه از عقل خود، نه از دلهای خود. پس آنها گفته که شرطهای نماز 6 می باشد. وقتی که تو در قرآن می بینید یا در حدیثها می خوانید، نمی توانید که پیدا کنید یک آیت یا یک حدیث که در آن نوشته باشد که شهاده شرطهای نماز 6 تا هست. لیکن علمای اسلام به دلالت استقراء گفتن که شرطهای نماز 6 هست، چنان که بیانش می آید. استقبال قبله، طهارت از حدث، دست نماز، طهارت کالا، طهارت جای، دخول الوقت، نیت و غیره. پس شهادتی توحید و شهادت رسالت شرطایش از کجا علمای اسلام پیدا کردن؟ از آیتهای متفرقه و حدیثهای متفرقه. شما میدانید و شنیدید که منافقها آمدن پیش پیغمبر خدا چی گفتن؟ الله گپهای آنها را برای ما بیان کرده. گفت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا جاءك المنافقون، وقتی که آمدند منافقها پیش تو ای پیغمبر ما، قالوا آنها گفتند نشهد انك لرسول الله، ما شاهدی ادا میکنیم، اقرار داریم، یقین داریم که تو پیغمبر خدا هستی. خداوند چی گفت؟ آیا گپ آنها را قیمت داد؟
آیا گپی آنها را الله قبول کرد؟ خداوند گفت والله یشهد انک لرسوله، الله هم شاهد هست که تو پیغمبری او هستی. مثل که در آیات آل عمران آمده شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شاهدی، گواهی هستند، یقین دارند، اقرار دارند که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم است. والله یشهد انک لرسول والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. همچنین الله شاهد است که منافقات در این گپی که آنها زدن دروغ گوی هستند، دروغ میگویند، یعنی این کلمه از دلشان نبرآمده، این کلمه در دلشان جای ندارد، فقط سر زبانشان آمده. پس از این آیت کریمه اخذ می شود که یک شرط مهم ترین از شرطای شهادت توحید و شهادت رسالت اشهد چی هست؟ که معنای این کلمه در دلت جای داشته باشد. خاطر این باید بدانیم که شهادت، ادا کردن شهادت چند شرط دارد. باید بدانیم که این کلمه توحید و کلمه رسالت هیچ وقت کدام قیمت و کدام منزله کدام درجه ندارد تا که این شرطها داخلش نباشد. رب العالمین در قرآن بیان کرده که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بیشک یقینا منافقها در تحترین جای دوزخ جای آنها است، زیرترین جای دوزخ جای آنها است، یعنی حتی زیر کافرها و مشرکا آنها است. خود شهاده را گفتند، اشهد ان لا اله الا الله می گفتند، اشهد ان محمد رسول الله می گفتند، لیکن شرطهای شهاده آنها حاصل نکرده بود، شرطهای شهادت را ادا نکرده بودند. شرطهای شهادت چیست؟ اولین شرط راستی که مخالف از دروغ است. این کلمه میگویید اشهد ان لا اله الا الله به طور راست، نه به طور دروغ باید بگویید. اشهد ان محمد رسول الله براستی باید این عبارت را بگویید، نه به طور این که دروغ میگویید. دوم یقین به معنای این کلمه اشهد، یقین داشته باشی که معبودی بر حق صرف الله است، میگویی اشهد. محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا است، میگویی اشهد. سوم علم به معنای کلمه توحید، علم به معنای کلمه رسالت داشته باشی. این نباشد که صرف مثل یک بلبل گپای مردم ها را تردد و تردید می کنید، بلکه می دانی، علم داری که معبودی بر حق صرف الله است، نه اولیاء، نه انبیاء، نه صالحین، نه ملائک، نه جنیات حق عبادت را دارد. یقین داری که پس از پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگر پیغمبر نیست و آن آخرین پیغمبرها و رسولها می باشد. چهارم شرط توحید و شرط کلمه رسالت قبول است که مخالف رد آن می باشد. کسی میگوید اشهد ان لا اله الا الله، باز عبادت سجده برای قبر میکند، قبول نکرد معنای لا اله الا الله را.
کسی میگوید اشهد ان محمدا رسول الله، باز میگوید که میرزا احمد هم پیغمبر هست. پس این شهاده حقیقتشان را قبول نکرده، فقط لفظی آن را ادا کرد. پنجم، پیروی که مخالف ترک است. باید پیروی این کلمه را کنید، کوشش کنید که عبادت خدا را کنید و از شرک دور بگردید، تابعداری محمد صلی الله علیه وسلم را کنید. از کسانی که دین آن را تغییر میدهند و بدعت و رسم و رواج را اجرا و نشر میکنند از آنها دور بگردید. ششم، محبت که مخالف بغض است. باید به این کلمه محبت داشته باشی که من توحید را خوش دارم، دوست دارم، خدا را دوست دارم، خاطر این اشهد ان لا اله الا الله میگویم. پیغمبر را دوست دارم، خاطر این میگویم اشهد ان محمدا رسول الله. و علامه محبت این شهادت آن می باشد که کدام بغضی با توحید، کدام بغضی با پیغمبری خدا نداری. آخرین هفتمین شرط این کلمه اخلاص می باشد که مخالف از نفاق هست. خاطر همین در حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده که ابو هریره رضی الله عنه گفت یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه، کدام کسی هست که آن خوشحالتر می باشد به شفاعت تو روزی قیامت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه، کسی که لا اله الا الله گفت به طور راست و صداقت از دل خود. در قرآن مجید آمده که الله برای پیغمبر خود گفت فاعلم انه لا اله الا الله، علم حاصل کن که بیشک شأن و گپ و سخن این می باشد که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق جز الله کسی. بس یقین بدان که معبودی به حق بجز خدای یکتا است. و همچنین فرمود رب العالمین در قرآن الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسی که گواهی به حق داد و گفت لا اله الا الله، برایشان میدانند که دلهایشان با زبانهایشان یکی است. و هم یعلمون یعنی میدانند یا دانشمندن آنچه را با آنها نطق کرده است. و در حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت آمده میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که بمیرد و بداند که هیچ معبودی بر حق غیر از خدا یکتا نیست، داخل بهشت و جنت می شود. خاطر همین رب العالمین در قرآن فرموده که شهاده توحید باید بنا بر یقین باشد. گفت رب العالمین انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یعنی بدون شک مؤمنان واقعی آن کسانی هستند که ایمان به خدای یکتا و به پیغمبرش آورده اند. سپس آنگاه از لحظه که ایمان آورده اند شکی در دل خود را نمانده اند و در راه خدا یا مالها
و در راه خدا با مالها و جانهای خود جهاد کرده اند، ایشان را راستگویانی واقعی، ایشان راستگویانی واقعی هستند. باید بدانیم ای برادران کرام که این مسئله عظیم هست. اگر یک کسی برود پیش قاضی بگوید که ای قاضی من شاهد این مسئله و این قضیه هستم، شهاده من را قبول می کنید؟ قاضی برایش میگویند که راست میگویی یا دروغ. اگر گفت اشهدو براست، شهادهش را قبول میکند. اگر گفت اشهدو به طور اخلاص، قاضی شهادهش را قبول میکند. اگر گفت اشهدو به طور یقینی نه به طور گمان و به طور رواج، شهادهش را قبول میکند. اگر گفت اشهدو و علم به معنای شهاده داشت، شهادهش را قبول میکند. پس قاضی دنیا شهاده مردم ها را تا که این شرط ها در داخل شهادهش نباشد، شهاده آن را قبول نمی کند. پروردگار عالم آن وقت شهاده مسلمان را قبول می کند که این 7 شرط در داخل شهاده آن باشد. خاطری همین رب العالمین فرموده وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. و ایشان امر نشده بودند مگر این که عبادت خدای یکتا کنند، در حالی که عبادت را خالص برای خدای یکتا قرار دهند و هیچ شایبه شرک و ریای در عبادتشان نباشد و بر راه راست مستقیم باشد. اخلاص در شهاده توحید بسیار یک مهمترین چیزی می باشد. و همچنین اگر ما می خواهیم که شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به خود حاصل کنیم، باید که شهاده توحید و رسالت را به طور یقینی انجام بدهیم. در حدیث صحیح آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. خوشبخترین و سعادتمندترین مردمی به شفاعت من روز قیامت کسانی هستند که بگویند معبودی بر حق غیر از خدای یکتا نیست و این گواهی خالص از قلب و جانش باشد. از الله تبارک و تعالی تمنا داریم که ما و شما را توفیق بده که این شرط های لا اله الا الله را در دل خود زیاد کنیم به طور علم و عمل. و از خدا تمنا دارم که ما و شما را موفق کنه که صرف عبادت خدا را کنیم به طریقه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين.